به نام خداوند بخشنده مهربان. در حلقه گذشته دیدیم که چگونه وقت ساحرای فرعون، جادوگرای فرعون مغلوب شدند به سجده در آمدند و به خدای موسی علیه السلام و هارون علیه السلام ایمان آوردند و فرعون ناراحت شد و آنها را نکوهش کرد. آنها را گفت که شما رو کی اجازه داده است که به خدا ایمان بیارید، در حالی که من خدای شما هستم. و فرعون هم بارها دعوا میکرد که انا ربکم الاعلی، خدای بالاترین و والاترین شما من هستم. ما علمت لکم من اله غیری، غیر از خودم برای شما خدای نیست. و همین نامعقولی ها رو فرعون مرتکب بشد. بعد اینکه اونها مغلوب شدند فرعون خیلی ناراحت شد و دیگر چاره‌ای نداشت، علاجی نداشت. اینجا بود که فرعون با وزیر و با یاردمچوی خودش اشاره کرد، گفت ذرونی اقتل موسی ولیدعو ربه، مرا گذارید موسی رو کشم، ببینم که خداش چیکار میکند، یعنی خداش خیلی اونو یاردم میکند. ولیدعو ربه. بعد اون فرعون خودش را یک انسان مشفق برای قوم و ملت خودش جلوه داده، گفت انی اخاف ان یبدل دینکم، و من میترسم که این موسی دین شما رو دیگر نکند، شما رو از دین حق دور نکند، از دین حقی که فرعون دعوای اونو دارد. او ان یظهر فی الارض الفساد، که موسی در روی زمین فساد نکند. یعنی گویی که فرعون مصلح بوده است، انسان نقض بوده است، انسان خوبه بوده است، و موسی یک انسان مفسد و فسادکار و که در روی زمین کارهای بد میکرده است. یعنی میخواست موسی علیه السلام همین طور جلوه دهد فرعون. اینجا بود که مردی از آل فرعون که ایمان خودش را پنهان می‌داشت، خیلی در آیات آمده است و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، یعنی یک مرد که ایمان خودش پنهان می‌داشت همچون ناصح و نصیحتگر گفت، یک انسان برای اینکه خدای من الله گفت برای اون میکشد شما گفت. اگر با انسان دروغگو باشد دروغش بر ضرر خودش است، اگر راستگو باشد میترسم که اون چی که وعده میکند بالای ما نآید. اگر هم که بلای خدا بالای ما آمد کی ما رو کمک کرده میتونه؟ اینکه کی میتونه که در مقابل خدا ایستادگی کند، در مقابل عذاب الهی ایستادگی کند؟ الله تعالی موسی علیه السلام را 9 آیت داده بود، 9 معجزه داده بود. یکیش عصا که به مار تبدیل میافت، دیگرش این که وقتی پنجه خودشون رو به پهلوشون میبردند یک روشنی میشد مثل روشنی چراغ. بعد معجزه دیگرش این بود که آل فرعون قحطی فرار گرفت. بعد از قحطی اونها به میوه و به سبزیجات و به خیرات زمین موندن. بعد از اون چیزی که الله تعالی میگوید ارسلنا علیهم الطوفان، بالی اونها طوفان فرستادیم، بعد ملخ رو فرستادیم، بعد اون و شبوش رو فرستادیم، بعد اون قرباقه رو فرستادیم، بعد اون خون رو. همین 9 آیاتی که الله تعالی گفته است. یعنی که همین چیزهایی که ما ذکر کردیم برادر عزیز، وقتی که برای اونها قحطی آمد، فرعون اومد زاری کرد موسی رو که بیا خدای خودت قحطی دور کند، من ایمان میبرم. وقتی قحطی دور شد فرعون از گپش گشت. بازم وقتی که زمین چیزی نداد گفت بیا از خدای خدا التماس، اگر خدای تو برای ما از خیرات زمین چیزی عطا فرماید ما ایمان میبریم. موسی علیه السلام دعا کردند، زمین خیراتش باز داد، اما فرعون از گپش گشت. بعد آن بالای آنها طوفان آمد، عیناً همین مشکلی شد. بعد آن بالای آنها ملخ آمد، ملخ یعنی که زندگی آنها رو تنگ و تار کرده بود. دیگر کجای میشتن ملخ بود، خانه خوابشون، بازارشون، جای کار، کوچه، همه جا ملخ بود. باز فرعون گفت اگر همین چیز خدا دور کنه من ایمان میبرم. خداوند دور کرد، ایمان نآورد. بعد اون الله تعالی بر اونها شبوش فرستاد، عیناً همین شکل، جای خواب، جای نشست، جای خوردنشون، بازار، کوچه، همه جا شبوش. بعد اون قرباقه آمد، عیناً به همین شکل، ایمان نآورد. فرعون هر بار میگفت از گپش میگشت. بعد اخیراً الله تعالی بالای آنها خون فرستاد، یعنی آبی که قبطی ها و مصری ها میگرفتند به خون تبدیل میافت، اما اگر اون رو اسرائیلی گرفت آب می ایستاد. یعنی که همه هم بلا فقط بالای مصری ها اومد. ملخ، شبوش، قرباقه فقط در خانه مصری ها بود، اما در خانه اسرائیلی ها نبود. یعنی الله تعالی به این نشان دادن میخواست که اینها بر حق هستند، دین اینها بر حق است، اما فرعون هر بار عهد شکنی میکرد. و اخیرا وقتی خون شد دیگر فرعون ترسید، گفت من گفت بنی اسرائیل با همراه تو میفرستم. بعد اون همراه موسی علیه السلام فرستاد و موسی علیه السلام قوم بنی اسرائیل گرفتن و با خود حرکت کردن به سوی زمین مقدس.
فرعون بعد از اون که اونها رو فرستاد دیگر پشیمان شد، دیگر گفت دیگر این کارهای ما کی میکند؟ کوچروبی کی میکند؟ این قصر سازی و این دیگر اهرام سازی و اینها رو دیگه از دست مردم ما نمی آید. باز خواست اونها رو از نو بازگرداند و از قفای اونها شد و چه خیلی که در بسیار آیات ها تقریبا در 70 جای قرآن درباره موسی علیه السلام گپ میزند. در اونجا درباره غرق شدن فرعون هم گپ میزند و اینجا بود که فرعون آمد و موسی علیه السلام از چه خیلی که در آیات آمده است الله تعالی میگه که اضرب بعصاک البحر، یعنی که موسی علیه السلام با عصای خودشون بحر میزنند، بحر دو فلق جدا می شود و بنی اسرائیل پیش و پیش موسی علیه السلام میگذرند و از بحر و فرعون نیز از دور میبیند، فکر میکنه که فرعون حاضر اونها رو باز میگردند و از قفای اونها میدارد که بحر دیگر بالای فرعون پوشیده می شود، اون راه پوشیده می شود و فرعون و لشکریان فرعون همگی غرق می شوند. و الله تعالی در قرآن میگوید که وقتی فرعون غرق شدن شد دیگر یقین کرد که هذا خواهد مرد، فکر کرد که اگر همین زمان ایمان آورد ایمانش قبول می شود. اونجا گفت که آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، یعنی کبر، غرور، یعنی نوآدمی به درجه بود که همونجا نتونست که گوید که ایمان آوردم به الله، بلکه گفت همون چی که اسرائیلی ها به اون ایمان آوردن منم ایمان آوردم به اون. لیکن دیگر ایمانش فایده نداشت اونجا، چون که دیگر فرشته مرگ در روبروی خودش میدید و در این حالت دیگر ایمان فایده ندارد. فرعون غرق شد و الله تعالی گفت الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، امروز ما بدن توی از بحر نجات میدیم، بدن کشیده میگیریم و تو برای آینده ها عبرت خواهی شد. برای آینده هر کسی که راهی تو رو پیش میگیرد، هر کسی که برویش تو میرود باید داند که عاقبتش همیشه وای خواهد بود، عاقبتش عاقبت بد خواهد بود. و به همین قصه فرعون لعین با موسی علیه السلام تمام می شود و بنی اسرائیل از این بلای بزرگ نجات می یابد. این بود گوشه از قصه موسی علیه السلام. دوستان موسی علیه السلام از دو قسم اساسی عبارت است، قسمی که با فرعون بود و قسمی که با خود بنی اسرائیل است. ما درباره قسمی که متعلق به فرعون بود به تفصیل هم نباشد، یعنی یک مختصرا درباره اون معلومات دادیم، اما درباره خودی برخورد بنی اسرائیل با موسی علیه السلام، اذیت هایی که موسی علیه السلام را دادند و که نافرمانی هایی که از موسی علیه السلام کردن نیز بسیار از در قرآن در بسیار جا آمده است. ما فقط یک چیز رو مقصد اونجا اشاره میکنیم که میگن که وقتی که بنی اسرائیل از بحر گذشتند حالا پایهای آنها، قدم آنها از تری آب بحر خشک نشده به خدا کافر شدند. چون که وقتی گذشتن دیدن که یک قوم بت پرست است، بت گذاشته است و به اون بتاشون سجده میکند، گفتن که یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، چه خیلی که اینها خدا دارند و اون رو دیده عبادت میکنن، برای ما نیز خدای ساز، برای ما خدای نیز بیاور که همون خدای خیلی عبادت کنیم. یعنی از ظلمی چند صد سالی فرعون و فرعونی ها اونها رو خلاص کردند، از یک عذاب مشقت بزرگ به راحت آوردن، به آزادی آوردن اونها رو. اینها باشن میگن که برای ما نیز خدای بیاور که چه خیلی که من این قوم خدا دارم. اجعل لنا الها کما لهم آلهه. یعنی این اولین امتحان و اولین نافرمانی بنی اسرائیل بود، به جای اینکه خدا رو شکر گویند، به خدا سجده کنند که از فرعون ظالم اونها رو نجات داد، در پیش چشم اونها فرعون را غرق کنند و اونها رو مطمئن کرد که دیگر این دشمن نیست، دیگر کسی شما رو تعقیب نخواهد کرد. اینها باشند در فکر دیگر کردن خدای خود بودند. اینها باشند در فکر خدای خود را به صورت یک بوته یا به صورت یک هیکل عبادت کردن می‌خواستند. و از این قبیل نافرمانی ها و از این قبیل گستاخی ها بنی اسرائیل یعنی که نمونه های زیاد دارد و قرآن نیز آنها را نقل کرده است و احادیث نیز آنها را نقل کرده است. ما بس بگیم که وقتی ما تنگ است ما نمیتونیم همه اینها را برای شما شرح دهیم و دیگر حلقه ما به آخر رسید و مسئله دارم که حلقه ما مفید باشد. شما رو تا حلقه آینده به پناه الله تعالی میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله